سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان و هموطنان گرامی. پیش از همه خداوند قادر یکتا خوب و به همتا را شکرانه میگم برای تمام خوبی‌هاش، تمام نعمتاش و ارزش شکر کردن و تشکر گفتنم دارم برای خداوندم که برای تمام نعمت‌ها، از اون جمله نعمت سلامتی است که فعلا خوبه، هیچ کمبودی یا یکی مریضی در وجودمون نیست. این هم یک نعمت خداونده که برای بسیاری بندهاش در این شب روز عطا فرمودگی و برای بعضی برادرایی که هموطنا و مردم انسان‌های هستند که سلامتیشان از دست دادگی یا که بیمارن، خداوندم اونها را هر چه زودتر شفای کامل نصیب گردونه. خب چه خیلی که پیشتر گفتم برادرها و هموطنان گرامی که موضوع مسئله های داغ سیاه جزیر زیاد در شب روز از طرف حکومت خودکامه رحمانوف، اما میخوام یک صحبت آزاد داشته باشم. در همین صحبت آزاد میایی که همین وقتی که برای شما تعیین کردم و شما هم وقتونه دریغ نداشته تماشا دارید، یک چند نقطه های درکاری که برای همین شب روز مهمن، لازمن و اطراف همین صحبت ها میرود برای شما یک بارگه تکرارانه گوش زد کنم و بخوانم یا که گپ زنم. اولا 5 نقطه ای که من در 5 می تاریخ 5 می در پیشنهاد کردم، یعنی تاریخ خطی. همواره یک بارگه من میخوام با زبانم دویم بار تکرار کنم که دخل داره، ربط داره برای همین شب روز. و دویم موضوعی که دویم قسمی سخنرانیم در موضوع همه کمک ها و تحفه گویا یا که هدیه های رحمانوف به منطقه های تاجیکستان. هرچند که این موضوعی که این مسئله بسیار واسع کلان بحث برانگیزند، اما من تا قدر امکان هم کوتاه همچنین فهمیشم حتما در این مسئله باید که صحبت کنم. هر یک نفر حق داره که صحبت بکنه در هر یک مسئله که فهمیش داره که میبینه که تواناییش داشته باشه. مسئله اول که 5 نقطه گفتیم، یکم بسیار شاید که بعضی هموطنان یا که برادرای هستن که شاید که مخالف و ضد گپای ما باشن، اما این فکر شخصی ماه. هر یک نفر فکر شخصی خودش داره، هر یک نفر کسی نباشه باید که فکر شخصی خودش گفته بشوه یا که بگه گپ زنه. یعنی آزاده هیچ انسان حتی در اون ترمه باشی فکری تر علمی تر زیده نمیتونن. یعنی هر یک چیزی که داری باید بگوی، فقط از جسم محرومی، اما از فکر از علم هیچ وقت کسی محروم شده نمیتونه و نباید محروم شود. یکم مرگ امام علی همین ملعونه من نمیخواهم. بسیاری برادران و هموطنان باز تکرار میکنن ایرا میخواهند، من شخصا نمیخواهم. این فکری من را حق دارم که باید بگم. من اجازه با شهر میتونم من سببشم میگم و او جمع گفته بودم نفره که میخونن علاکه میدونن که چی مقصد چی سبب داشت. دیم مرگ نه سروزیر نه وزیرها نه یگان گنرال هایی که در این زمان در تاجیکستان در سر قدرتن، مرگ یورم نمیخواهم. سیم انقلاب یا میتینگ در همین شب روز در تاجیکستان من نمیخواهم. چهارم استعفا، نه استعفای رحمانوف، نه سروزیر نه وزیر نه یگان گنرال شد در این شب روز من نمیخواهم. و 5 نقطه گناهگاریم، اول مردم ما، دویم رحمانوف و او اطرافیاش. در همین نقطه یک خورده یا یک کوتاه من یک بارگه گوش زد میکنم میگذاریم بعد مسئله دویم ده برای که یا باید گفته بشوند. من میخوانم من رنگ رحمانوف یا رنگ او بعضی سروزیر و وزیرها و دشمنایی که در تاجیکستان گویا که هیچ خبر ندارن، نه
من باور دارم که زیادی مردم ما و شما هم از اون جمله هم نفرای مشهورن، همه گپ و خبر آگاه هستن، میدونن، میبینن. و من هم یکی از همون فرد جامعه که شهروند جمهوری تاجیکستان که از بسیاری خبرها نگاه دارم، درک دارم و میخوانم، میبینم از بسیاری ها. خب من همجا میبینم که هموطنان ما مرگ رحمانوف هم میخوان، بیماریش هم میخوان که همین ویروس همی دچار شوه یا که به هلاکت برسه و بره و به جهنم میره، به جای میره و بره. اما اینجا نظر ما خلاف زیده به اینکه این نمبره، باید بیمار هم نشوه، به خاطری که ای اگر که بمبره ما و شما به آرمان میمونم. شخصا من به آرمان میمونم. آرمانی ما، خواهش تمنای ما همه که این ما باید در زنده بدنش جزاش بسیار جزای سنگین غیر اخلاقی و غیر انسانی باید ما ببینم. وقتی میبرد من نمیدونم که دیگر در جهنم او چه خیلی عذاب میکشه، که در قبر، در عالم برزخ، من اینا نمیدونم، دلی ما تر نمیشه، اینا باید ما ببینم. برای من مرگ اینا نمیخوام، از مردن من هیچ فایده هم نمیگیرم و میدونم که از نگاه من مردم تاجیکستان هم هیچ فایده نمیگیرن. در جایی با یک نفر دیگر رنگ همین دز تیاره. همین خدر با فکرم که بسنده شهر دادن ای زیاد در خدر شهر بتین کفایه نمیکنم. دیگه مانند همین سروزیر، وزیرها و گنرال ها هم همچنین، اینا چند تاش مرد رفت، ما چی فایده دیدیم؟ هیچی. از مرگ یگان دشمن دوست ما هیچ فایده نمیبینیم، هیچ فایده، ضرر میبینیم. ما دوست هم دست بتیم ضرر میبینیم، مانند پدر، مادر، خش اقربا را دست میتیم ضرر میبینیم، یعنی فایده نمیبینیم، ضرر میبینیم. دشمن هم دست بتیم ضرر میبینیم. به خاطر چی؟ به خاطر ما جزاش نداده، یعنی دشمن و ای بین رفت یا که مرد، جزا بگیره بعد بره ها. یعنی که ما و شما قصد قصاص میگن که همون را بگیریم بعد ای دنیا بروان. انا مقصد انا میای سروزیر، وزیرها رحمانوف انا میان مرگشون یا که بیماریشون برای ما و شما یک خطر یا که یک ضرر کلونه، یا باید جزا بگیرم بعد شرمنده ها را ای دنیا بروان. و نقطه سومش انقلاب یا که میتینگ هایی که بسیاری هموطنان عین حال یعنی در جوش زدن، بسیارتر بگیم که چی شدن، چشمشون روشن شد، حقیقت فهمیدن که رحمانوف دشمن بده، نو فهمیدن. بعضیا نگاه کنید در همین شب روز انقلاب درست نمیشوه، میتینگ های سرتاسری یا که مردمی درست نمیشوه. به خاطر چی؟ به خاطر اولش که همین بیماری را میدونه که از یکدیگر، از انسان به انسان میگذره، فصلی نبود که بگیم زمستان شده است میره بیماری، یا که بهاری نبود که بهار بوچیده است بیماری میره. این خیلی نیست، این بیماری سرتاسری انسان هم میگیره. با این هم ببینید که همین معرکه و همین جشنایی که رحمانوف ملعون گرفت علاقه مردم گرفتار همین بیماری کرد، یعنی زرازید کرد. همین انقلاب هم همیش میشوه. و در این شب روز هم وقتی که خطون میدونید علاقه که دنیا خودش در حالت بد قرار داره، دنیا جهان در حالت بد قرار داره، تاجیکستانی تاریکستانی ما و ظالمیستانی ما در حالت بدتر قرار داره. فراموش نکنید دنیا در حالت بد قرار داره، تاجیکستانی ما در حالت بدتر قرار داره. میدونید بعد با بدتره، اینا فراموش نکنید. برای همین در این شب روز میتینگ انقلاب ضرر داره، جامعه جهان پرای ما و شما نداره. بغیر از این هر حادثه و هر حالتش شیدنش ممکنه. و این نگاه و فکر ما که نمیخوام که مردم در این شب روز خودشون در یک حالت بد قرار دارن با بگیریم به یک مشکلات، یک بلای سخت گرفتارشون کنیم. این نگاه ما. و انقلاب ما طرفدار هستم. حتی حرکت سیاسی گروهی بسیار هدفش در درجه یکم در خط اول انقلاب است. او را از نگاه ما بعد از همین ویروس حتما ما با در این باره صحبت میکنیم که یورا سرنگون کردنشون همین بعد از انقلاب حوزی مسئولیت دارن، وظیفه‌شون باید اجرا بکنن. و چهارم نقطه استعفاشون. همچنین بسیاری هموطنان ما در شب روز وقتی یک کمبودی یک تشم میبینن، یک عمل بیزه و نسبتی مردم میبینن،
از جانب همین خائنا و بدبختا و دشمنا در حال میگن که این استعفا بده. استعفا را میدونن که یک نفر خودش گویا که از گناهش پشیمون شده باشه که ایزا بکشه و بگه که من استعفا میدم، من با خواهش خودم از این منصب میرم. این خیلی در حیاتشون نمیکنن. در حکومت تاجیکستان اینطوری نمیشه. این سورپرایز هیچ وقت نمیبینین. به خاطر اینکه او را همشه یک نفر تعیین میکنه، یک نفر، و از پیش خودشون هیچ وقت این کار نمیکنن. همت میدونن که هر وزیر باشه یا که رئیس باشه، گنرال باشه، پیش اینکه یک صحبت میکنه 10 بار فکر میکنه که چی بگم، بعد از او با پیشنهاد میکنه من همین گپ را بگم، اجازهش بدم بگم میزنه. هیچ وزیر به اجازه رحمانوف نمیخیزه، نمیشینه، یک قدم نمیزنه. اینا میدونه اختون. برای همین استعفای یک رئیس یا یک وزیر طلب کردن ما و شما اگرچه حق داریم، اما یا بیناموسن و یا نمیرن تا یک نفر اون رحمانوف ملعون نگه که تبره. برعکس بجای استعفای یا را میگن از وظیفه به وظیفه بهتر بالاتر میبرندش. اینا شما دیدگی هستین. خب برای همین از نگاه من شنبه میگم، از فکری من در این وقت ایرا استعفای نه رحمانوف، نه سروزیر، نه وزیر، نه یگان رئیس من نمیخوام. یا باید که در این شب روز که مردم در حالت بد قرار داره، باید که دزدیدگی و جمع‌کاریشون بیارن، یعنی که خدمت مردم بکنن، مردم نگهبین و نجات بدن. یا استعفای نبیگذار که یک سروزیر قایر رسول استعفا داد، ما چی فایده میگیریم؟ میاره در جاش یک نفر دیگر میمونه، اونو از سردز دایکو دولت شو گل محمد زاده رئیس ولایت ختلان بود، اونو معاون شوزی، اونو را میاره میمونه، تمام. هیچ جا فایده، هیچ فایده نمیبینه. این جنایتکار میره دم میگیره، یا که یک دولت دیگه میگریزه میره، تمام. استعفای ها در این شب روز هیچ فایده برای ما و شما نمیاره. یورا جزا دادنشان یگانه فایده برای ما و شما میاره. ما بدونیم که یورا ما استعفاشون طلب میکنیم، میبره زندانشون میکنه، تمام. ما میگیم که خیلی بهترین کار کردیم، یا که ایران ما یکم شده طرفداری میکنیم که بله استعفا بده، برای جزا بگیره که ترمده بشینه. خب به هر حال پنجم نقطه من کوتاه میگم، این فکرای خودم هر قدر با میگم بس سخنرانی در اطراف کنیم کم میشه. میدونم که باز تکرارا میگم که بعضیا خلاف سخن و فکرای من در همین مسئله که من خلاف در همین شبانه روز خلاف ضد انقلاب میتینگ استعفای دزدا و دشمنایم، بعضیا تا میفوره، اما فکری دورتر کنین هموطنان عزیز. فکری یک روزه پیش پا کردن در کار نیست. فکری دورتر، درازتر، بدتر که مردم ما برای چی میگیم که انقلاب مردمی شود، میدان برآمدن یا که میتینگ های مردمی شود، آرام آسوده بشود که مردم به یگان بلا و به یگان حالتی خشونت خونریزی گرفتار نشود، سر به سر نشود. الحال همون حالتی همون بده. با میگم که تاجیکستان در شب روز در حالتی بدتر قرار داره. بهتر نه، در حالتی بدتر. دنیا بد باشه، تاجیکستان در حالتی بدتر قرار داره. خب پنجم نقطه گفتیم که مردم هم اولین درجه گناهکار ما و شماییم، بعد رحمانوف سروزیر، وزیراش، رئیسا و گنرالهاش. به خاطری که رحمانوف کی بود؟ هیچ کنه بود. آواز رم هیچ کنه نیست. همین را کی هم خیلی بالا برده روی دست میگردونه؟ مردم، ملت تاجیکستان، یا که ملتی اگر بگم از مظلوم یا که بیچاره، شاید که خطا هم بکنم. به خاطر مظلوم یا که بیچاره هر کسی ده نمیتونه. همین رحمانوف این قوی نیست، بقوت نیست. ما ضعیفیم. میدونی نمیرم، ما مردم ضعیفه. دشمن هیچ وقت قوی شده نمیتونه. مردم، انسان ها و ملت ها ضعیف شده میتونن که یعنی زورشون به همون گویا که نمیرسه. رحمانوف ضعیفه. وقتی میبینم ما خاموشیم، ما دستگیریش میکنیم، یا که بعضی هستن ظالم عادل میگن، یعنی ظلم پرورن، فکر میکنن بقوت یا یگان قدرت کلان بزرگ داره که سرنگون کدش نمیتونه. ما جای یکم گناهکار ما مردم هم حسابم تا همین روزه الحمدلله نه با خیلی دمی مسئله ویروس اوجه
الکه چهره رامونوف بسیارتر آشکار شد، یعنی که دشمنیش آبرویی که ریختگی بود یبورا بو تیت پیچید. همون تاجیکی تیت پیت میگن که اما آبروی رامونوف تیت پیچید که بسیاری مردم فهمید که این دشمن بوده، اما شاید که دیرم که باشن بازش و پشیمون هم شده باشن که پشیمون هم شده باشن که بگن چی با ما خدری را ما دوست می داشته یا که طرفدار بوده یا که بی‌پروا بوده، نه اون میفهمن که یا عزیزشون دست میتن یا که یک مشکلی در دچار میشن یا که میبینن بعد اشار میشن یا که بدور میشن که شاید که دیرم شده باشن. برای همین اول ما گناه گوریم به خاطر نمی دستگیری مون. این اول نگاه کنیم. من یک پیشنهاد دیگه با میکنم. من گپم در همش گفتم پیشنهادم دارم. یک طرفه صحبت نمیکنم، یک طرفه گپ نمیزنم، دو طرفه گپ میزنم. یعنی طرفی خوبیش نمیگم وقتی که یک بدیش گفتم یا که یک کمبودی و تنقید اعتقاد ایراد گرفتم، من طرفی پیشنهادش هم میگم، خوبیش هم میگم که مردم تاجیکستان اینا ما و شما تامین روزا بگذار طرفداریش کردیم یا که دستگیریش کردیم یا که نمیدونستیم، از این بعد بیاین طرفداریش نکنیم، دستگیریش نکنیم، رو بگردونیم. بسیار نمیفورد، نمیخواهیش شومش میبینی، رو گردوندن یعنی نمیکنم. این هم پیشوازگیری، جشنگیری، تولک دایره زنی و رقص بازی و سروده تمام ترک کنیم. بگذار ای مکتب پیشتون میکنن، ای دانشگاه خورشتون میکنن، بچه آب رو عزت حرمت در درجه اوله. برای 4 سومی که در دانشگاه دادین یا که در جای کار پول میتین وظیفه میخرین، نباید که آبرو ایمان عزت حرمتون دست بتین. یعنی چاپلوسی، خشامتگویی بسیار خصلت زشت بده که هیچ وقت انسان به جای نمیرسه، برعکس پشیمونش میکنه، به آبرو شرمندش میکنه. این 5 نقطه بود که کوشش کردم که کوتاه در اطرافشون صحبت کنم. اگرچه من یا رو نوشته بودم بسیاریت خوندن دیم باره به خاطر که همین شب روز مردم ما با میگم که در جوش خروج زدن که بیاین انقلاب سر کنیم یا که میدان و میتینگ کنیم که ایران نابود کنیم، با میگم هموطنان گرامی یک بار فکر کنین، هر یک کاری میکنی فکر کنی، با بهتره، با مسئولیت کنی، با افضلتر خوبتره مسئولیت کردن در کار. خب برای همین یک بار فکر کنین. من شاید که خطا کنم یا یکی گپی من معقول تو نباشه، ایش اختیار دارن. یا پیشنهادی من بود، اینا کسی را من مجبور نکردم، این فکری من بود گفتم برای شما.